برخلاف انتظاری و نگرانی‌ها، انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا تناسب نیروهای سیاسی این ائتلاف را تغییر زیاد نداد. وضعیت به صورت عموم به طور پیشینه باقی ماند. انتخاب کنندگان از 27 کشور 720 وکیل را انتخاب کردند که اکثر آنها مرکزگرا و قسمی هم مرکزگراهای دستی راستی هستند. این در حالی است که گفته میشد در زمینه مخالفت‌ها با کمک اتحادیه اروپا برای اوکراین و دشواری‌هایی که جنگ روسیه در اوکراین به میان آورده است، پاپولیست‌ها برتری پیدا خواهند کرد. البته این وضع بی تاثیر هم نبود و برای نمونه پاپولیستان راستگرا از الترناتیو برای آلمان صرف نظر از ماجراهای پیش از انتخاباتی که آنها را برای رابطه داشتند با کرمل متهم می‌کردند، جای دوم را گرفتند. به صورت عموم مخالفین پیروز شدند. اتحادیه مرکزی راستگرایان با فاصله بیشتر از دیگران در جای اول قرار دارد. آواز بیشتر را همچون حزب نوی اتحادیه سارا واگنگ نخت به دست آورد که ضد کمک نظامی به اوکراین است. در فرانسه پاپولیستان راستگرا از اتحادیه ملی پیشصفند. بنابر نتیجه آوازدهی رای دهندگان آنها را 2 برابر بیشتر از جانبداران امانوئل ماکرون رئیس جمهوری کشور دستگیری کردند. در پاسخ به نتیجه های پیشکی انتخابات، رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که پارلمان فرانسه را پراکنده و 3 ایون انتخابات تعیین خواهد کرد. با وجود این رویدادها در 2 کشور اساسی اتحاد فرانسه و آلمان بنا به نتیجه های پیشکی اکثر آوازها را حزب خلقی اروپا به دست آورد. آن از 720 کرسی پارلمان 184 کرسی را اشغال کرد. این گروه از سال 1999 به این سو همیشه در جای اول است. اما پیشرفت نسبی راستگرایان و پاپولیست‌ها ممکن است که موضع‌گیری اتحادیه اروپا را در مسئله محیط زیست و قبول مهاجران شدیدتر کند. 100 عضو نوی پارلمانی اروپا با یگان حزب و حرکت همراه نیستند و موضع‌گیری آنها حل کننده خواهد بود. در این بین سوسیال دموکرات‌ها، چپگرایان و سبزها کمترین حمایت را به دست آوردند. در آوازدهی نزدیک به 360 میلیون انتخاب کننده شرکت کرد که به گفته ناظران سطح اشتراک را نظر به سال 2019 بیشتر نمود. در این انتخابات پارلمانی بیش از 200 حزب و حرکت‌ها برای وارد کردن وکیلان خود به پارلمان اتحادیه اروپا رقابت داشتند. انتخابات خوب و آرام گذشت، ولی مهمترین نکته این است که این مجلس هرچند قانونگذار است، قطعنامه و قرارهایش برای اتحادیه اروپا حکمی حتمی نخواهد داشت، هرچند در تعیین سیاست‌های ائتلاف نقش خواهند بازید. شالای عبدالله، رادیو آزادی، شهر بروسل، بلژیم.